تکنیک بعدی که در موردش صحبت میکنیم تکنیک سار هست یا سینتتیک اپرچر رادار، یعنی رادار با دهانه مصنوعی یا با آنتن مصنوعی یا همچین چیزی. اینها رو دیدیم با هم دیگه. حالا ما اینجا یک مقدار در مورد خود تکنیک رادار صحبت میکنیم، بعد در مورد سینتتیک اپرچر رادار یا سار صحبت میکنیم و بعد در مورد نحوه کسب اطلاعات سه‌بعدی از اون. خب ببینید به کلن حالا سار به دلیل ویژگی خاصی که داره که حالا اینجا خیلی نمیخوایم وارد جزئیاتش بشیم، پهلونگر هست اصطلاحاً. یعنی اینکه برخلاف حالا تصویربرداری هوایی یا ماهواره‌ای که به زیر پاشون معمولا نگاه میکنن، توی سار تمام اوقات، یعنی کاملا 100% اوقات ما به بغل نگاه میکنیم، حالا یا به سمت راست یا به سمت چپ یا جلو یا عقب بسته به شرایط، ولی خب معمولا این به صورت پهلونگر هست و این سوئس یا اون پهنای باندی که ماهواره داره ازش تصویر برداری میکنه این بغل هست. موج رو میتابونه، این موج میره این سطح رو جارو میکنه و برمیگرده که اینجا داشتید یک نمونه ازش رو میدید. ببینید به صورت پهلونگر یه بسته موج رو، یه پالس رو میفرسته، این میره و برمیگرده. یک تکنیک حالا این رادار با دهانه مصنوعی هم تکنیکی هست برای افزایش دقت یا افزایش رزولوشن تصویر برداریمون. ببینید الان آنتن ما این آنتن کوچولویی هست که اینجا هست. این آنتن در زمانهای مختلف داره تصویر برداری میکنه پشت سر هم، یعنی از اینجا شروع میکنه به تصویر برداری تا میرسه به اینجا. در واقع تصویر برداری نگیم بهتره بگیم اخذ داده، و بعد از پردازش هایی این رو تبدیل میکنه به یک آنتن بزرگ. ببینید به یک آنتن انقدری که اصطلاحاً بهش میگن آنتن مصنوعی که باعث میشه دقت این نقطه بره بالا. حالا ببینیم چه جوری. ببینید یک آنتنی که یک در واقع یک دهانه داره اینقدر، وقتی که به یک عارضه اینقدری میرسه ببینید اون رو چقدر ثبت میکنه، این مقدار انرژی. چرا؟ چون توی دهانه دید آنتن قرار میگیره و خب انرژی برمیگردونه. میبینید توی دهانه دید آنتن قرار میگیره و این اطلاعات رو برمیگردونه و شما چیزی که از یک نقطه دارید میبینید با این رزولوشن هست. در واقع رزولوشنتون خیلی کمه. خب اولین چیزی که به ذهن میرسه اینه که ما این رو کوچیکش بکنیم، یعنی بشه این. میبینید رزولوشن خیلی افزایش پیدا کرد. خب اما این کار خیلی هزینه بر و خیلی سنگینه. روی ماهواره این کار رو نمیشه به راحتی انجام داد. کاری که استفاده میکنن اینه، از یک تکنیک حالا ریاضی استفاده میکنن، چندین داده اخذ میشه، این داده ها تجمیع میشن و با پردازش هایی به یک رزولوشن بالا میرسن. ببینید با همون آنتن لو رزولوشنی که اینجا داشتیم، با همین آنتن ما تونستیم خروجی شبیه به این آنتن بگیریم. اما چیکار کردیم؟ فقط یه مقدار پردازش اینجا اضافه کردیم. به این تکنیک اصطلاحاً میگن سار یا سینتتیک اپرچر رادار. یک رادار با دهانه بزرگ رو کردیم یک رادار با دهانه کوچیک. کلاً تصویربرداری با امواج رادار ویژگی های خاص خودش رو داره. همون جوری که توی تصویربرداری با نور مرئی ما باندهای مختلف داریم، مثلا مرئی، مادون قرمز، حرارتی و غیره، اینجا هم یک بخشی از امواج الکترومغناطیسمون با طول موجهای مختلف هستن که براشون اسامی خاصی گذاشتن، مثلا X، C و L.
که اینجا دارید میبینید x طول موج 3 سانتیمتری هست، c طول موج 6 سانتیمتری، l طول موج 23 سانتیمتری. اینها 3 تا از طول موج‌های پرکاربرد در سنجش از دور راداری هستن. البته موج پی هم داریم که علاوه بر این هاست، ولی خب اینها پرکاربردترن. هر کدوم از این امواج با طول موج‌های مختلف رفتارهای مختلفی نسبت به سطوح دارن. مثلا طول موج X که از همه ریزتره معمولا از سطح برمیگرده، نفوذ چندانی در سطح نداره. اما طول موج C که طول موجش بزرگتره یک مقدار نفوذ بیشتری توی سطح میکنه و طول موج L که باز دوباره طول موجش از همه بیشتره نفوذ بیشتری داره و اطلاعاتی که برمیگردونه حاوی اطلاعات کل اینجاست. ببینید تصویر برداری ما نمی کنیم، ما داریم یه سری اطلاعات اخذ میکنیم. خیلی با مفهومش کار نداریم، ولی من حالا صرفا سعی میکنم خیلی ساده این مفاهیم رو از روش بگذرم. باز دوباره به این نکات برمیگردیم. توی تصویر برداری سار گفتیم چون پهلونگر هست، اولین مشکلی که برای ما به وجود میاد بحث سایه هست. ببینید یک سایه های اینجوری برای ما به تشکیل میشه که اصطلاحاً بهشون میگن اثر شادوینگ یا اثر وجود سایه، که این باعث میشه کلا این قسمت ها ما اطلاعات نداشته باشیم، چون پرتو انرژی ما به این قسمت ها نمیخوره و اینجا اصلا کلا سیاه میفته برای ما. و حالا خطاهای دیگه ای هم که داریم. اینجا دارید دوباره یک ساختاری از این تصویربرداری راداری رو میبینید. خب توی چجوری میشه از این استفاده کرد برای اخذ اطلاعات سه‌بعدی؟ اولین کاری که کردن این بود که همونجوری که ما توی تصویربرداری هواییمون اخذ استریو کردیم، یعنی استریو فوتوگرامتری انجام دادیم، بیایم با این هم که حالا چه به صورت هوایی چه به صورت فضایی بیایم تصویربرداری استریو انجام بدیم. به این کار اصطلاحاً رادارگرامتری میگن، یعنی اخذ اطلاعات سه‌بعدی، اندازه‌گیری‌های سه‌بعدی با استفاده از رادار. خب این روش به چه شکله؟ همون جوری که توی فوتوگرامتری دو تا تصویر با زوایای مختلف اخذ میشه، اینجا هم دو تا تصویر با زوایای مختلف اخذ میشه، فرایند مچینگ صورت میگیره، بعد حالا به نوعی یک حالت مدل سازی مثل شرط همخطی انجام میشه، ولی خب دقیق شرط همخطی نیست، چون ما اینجا معادلاتمون معادله هرم تصویر نیست که شرط همخطی داشته باشیم، ولی خب معادلات در واقع فاصله حل میشه. این معادلات فاصله که حل شد به اطلاعات سه‌بعدی از منطقه میرسیم که خب دقتش هم خیلی بالا نیست، ولی خب جزء روش‌هایی هست که استفاده میشه. از اونجایی که اندازه‌گیری ها توی سیستم راداری در واقع اندازه‌گیری یه سیستم اکتیوی هست که داره موج میفرسته و بازگشتش رو اندازه میگیره، ما اندازه‌گیری زمان و اندازه‌گیری فاصله داریم. به همین دلیل بود که گفتم که فرایند شرط همخطی انجام نمیشه و ما در واقع یه همچین معادله‌ای رو داریم حل میکنیم که زوایامون مشخصه، فاصله هامون مشخصه، برای یک نقطه مشترک، یک نقطه مشخص میایم این در واقع مثلث رو حل میکنیم تا به ارتفاع این نقطه یا مختصات سه‌بعدی این نقطه برسیم. هندسه های مختلفی برای بحث رادارگرامتری میشه مطرح کرد. هندسه های حالا همجهت یا خلاف جهت که اینجا تصویربرداری از یک زاویه انجام شده، داده برداری، و اینجا از زوایای روبروی هم که هر کدوم از اینها ویژگی های خودش رو داره. این اصطلاحاً SSR بهش میگن، یعنی Same Side Radargrammetry به این روش، و به اینی که OSR یا Opposite Side Radargrammetry میگن. در مورد رزولوشن ارتفاعی، اینکه دقت کدوم یکی از اینها بهتره،
OSR به دلیل اینکه این مثلثی که تشکیل میشه یک مثلث با ثبات بالاتر هست، رزولوشن ارتفاعی نقاط تو اینجا بالاترن. اما چون توی مناطق با توپوگرافی بالا دیدیم که بحث شادو ممکنه برای ما به وجود بیاد، بحث سایه ممکنه به وجود بیاد، اثر توپوگرافی تو این حالت زیاد میشه و توی این حالت اثر توپوگرافی کمتره. پس SSR یا این سیم ساید رادار گرامتری شرایط توپوگرافیش بهتر از OSR هست. حساسیت به تغییر ارتفاع توی این روش کمه، یعنی ارتفاعهای با تغییرات کم رو خیلی خوب نمیتونه متوجه بشه، اما توی این روش حساسیت به تغییر ارتفاع خیلی بالاست. دیستورشن ها اینجا اعوجاجات تقریبا متوسطن، اما اینجا اعوجاجات کمتره. توی مناطق بدون تکسچر هم خب بدون بافت هم ما قاعدتا توی هر دوی این روش ها خطا خواهیم داشت. ببینید اینجا یک تصویر راداری رو دارید میبینید. این دوتا تصویر راداریه از حالا دوتا منطقه متفاوت، یک منطقه جنگلی و یک منطقه حالت روستایی با زمین‌های کشاورزی. میبینید که اولا ظاهر تصویر با تصاویر اپتیک خیلی متفاوت هست. بحث شادو رو اینجا دارید میبینید که اطلاعات اخذ نشده. اینا مال باند X هست، باندی که گفتیم از روی تاج پوشش اطلاعات میده، خیلی نفوذ نداره. اگر مدل ارتفاعی همین منطقه رو که با لیدار به وجود اومده ببینید که مدل دقیقی هست، این شکلیه، در صورتی که همین منطقه با رادار گرامتری به یه همچین مدلی رسیده. پس میبینید که خیلی رادار گرامتری مدل دقیقی نمیده، ولی یک مدل راف از منطقه میده، یک مدل کلی از منطقه میده، ولی خب برای خیلی از کاربردها میتونه مناسب باشه. اینجا دوباره حالا یک دمی رو دارید میبینید به نام SRTM که در موردش بعداً صحبت میکنیم. این دقتش 90 متره، ولی اینجا دارید دوتا دم 1 متری رو میبینید، دوتا DSM 1 متری رو میبینید که این از رادار گرامتری به وجود اومده، اما این یکی از لیدار. ببینید جفت اینها 1 متره، اما این چقدر اطلاعاتش قابل اطمینان و تمیز و دقیقه و این یکی چه مقدار نویز داره. روش بعدی که یکی از روش‌های پرکاربرد در سار هست، روش اینترفرومتریک سار یا حالا اصطلاحاً همون اینترفرومتری هست. برخلاف روش قبلی توی رادارگرامتری که ما می اومدیم از خود تصاویر از دوتا زاویه استفاده می کردیم، اینجا هم باز دوباره ما تصاویر زاویه دار داریم، اما این بار از اختلاف فاز استفاده می کنیم برای کسب اطلاعات سه بعدی. بذارید من ببینم جلوتر اینجا این رو ببینیم با هم. البته نه اینم نیست، اینجا خوبه. ببینید موجی که به سمت هدف میره، این موج خب یه طول موج داره که در موردش صحبت کردیم، همون X و C و L، و یه فاز داره که میدونیم فاز موج یکی از ویژگی های موج دیگه، در واقع اینکه موج الان توی کدوم بخش از زاویهش قرار داره. وقتی که از دو تا زاویه به یک منطقه موج تابیده بشه، این فازهای مختلف به یک نقطه میخورن. حالا من برمیگردم روی اسلاید که بودیم، مثلا اینجا رو در نظر بگیرید، دو تا موج تابیده میشه،
یک موج تابیده میشه. این موج میاد مثلا 5 تا طول موج میاد با نصف فاز میاد اینجا، بعد به 2 تا آنتن مختلف داره میخوره. خب این آنتنه یه مقدار دورتره از این یکی آنتن، این فاصله فرق میکنه. وقتی که این فاصله فرق میکنه باعث میشه که فاز موج تغییر بکنه. فاز موج که تغییر بکنه یعنی مثلا اون قله یا قعر موج وقتی که تغییر بکنه، از اون اختلاف فاز میشه به این در واقع فاصله دقیق تر این نقطه پی برد، به اینکه اینجا ما چه فاصله ای رو در واقع داره و از این فاصله هم میشه به مختصات سه‌بعدی رسید. حالا خیلی نمیخوام وارد دقیقاً جزئیات این روش بشم، ولی حالتهای مختلفی دوباره برای بحث اینترفرومتری وجود داره. میشه از اوربیت های مختلف، از مدارهای مختلف داده برداری کرد. یعنی یک داده از این زاویه من برداشت بکنم، بعد برم توی مدار بعدی برگردم و دوباره از یک زاویه دیگه داده برداشت بکنم. این دوتا داده چون فاصله ماهواره با تارگت متفاوت میشه، اختلاف فاز به وجود میاد و از این اختلاف فاز میتونم به ارتفاعی که اینجا هست برسم. به این میگن کراس ترک اینترفرومتری که با استفاده 2 تا رادار مستقل انجام میشه. یعنی رادار مستقل اول و رادار مستقل دوم به صورت کراس ترک. یه روش دیگه الانگ ترکه که این الانگ ترک اینترفرومتری مثل همون تصویر برداری در یک مداره. یعنی دفعه اول من یه داده برداشت میکنم، میام جلوتر دوباره داده برداشت میکنم، پس از 2 تا زاویه مختلف. و روش بعدی هم کراس ترکه، یعنی مثل این کراس ترکه اما با یک سنجنده. یعنی یک سنجنده ای که یک آنتن بلند همزمان داره. خب اینجا چند تا حالت به وجود میاد. ما اینجا زمان رو داریم از 2 تا زمان استفاده میکنیم، ولی خب یه فاصله بیسلاینی که داریم فاصله زیادی هست، مثلا از مدار اول تا مدار دوم، ولی خب مثلا شاید 1 روز طول بکشه تا تصویر بعدی رو اخذ بکنیم. توی اینجا فاصله ما خیلی کمه، خب این بیسلاینی که داریم، اما زمانمون خیلی نزدیکه. مثلا اینجا نهایتا 1-2 دقیقه با هم دیگه این تصویر برداری متفاوته. اینجا هم ما بیسلاین زیادی داریم و هم زمانمون همزمان هست، به صورت همزمانه دیگه، فاصله زمانی اتفاق نمیفته. پس این روش خیلی روش خوبیه، اما باز شرایط خاص خودش رو داره. خب ببینید اینجا الان 2 تا تصویر دارید میبینید، تصویر راست و تصویر چپ که اینها برای رادارگرامتری استفاده میشن. الان خیلی دقیق به چشم نمیاد که اینها اصلا اختلافی با هم دیگه داشته باشن، ولی خب یک اختلاف اندکی دارن که باعث میشه بتونیم اطلاعات سه‌بعدی رو استخراج بکنیم. توی این اینجا الان میبینید که این تصویر اختلاف فاز براشون محاسبه شده. میبینید که جاهایی که تغییرات داشتیم فاز ما هم تغییر کرده. حالا اینجا میتونه مثلا نشست کرده باشه، میتونه مثلا بالا اومده باشه، میتونه زلزله اومده باشه، جابجا شده باشه و غیره. روش اینترفرومتری یکی از روش‌های خیلی دقیق هست که با حالا تکنیک‌های خاص خودش میشه دقت اون رو تا حتی چندین میلیمتر رسوند. توی روش‌های اخذ داده اینترفرومتری گفتیم حالت‌های مختلفی میشه باشه. به این حالت که توی یک مدار در واقع تصویر برداری انجام میشه، حالت مونوستاتیک میگن. ببینید ماهواره برای خودش یه داده همزمان اخذ میکنه، مونوستاتیکه.
یه حالت بای استاتیک هست، 2 تا ماهواره هستن، یکی میفرسته اون یکی میگیره، و یه حالت هم هست که تلفیقی از این دوتا هست. اینجا هم دارید همین اختلاف فاز رو با طول موج X، طول موج C و طول موج L میبینید که هر کدوم از این طول موج ها به عوارض مختلفی حساسیت نشون میدن. مثلا طول موج L که خودش 23 سانتی متره شاید جزئیات خیلی ریز رو نبینه، اما طول موج X پستی بلندی های خیلی ریز روی سطح رو هم دیده و اختلاف فاز اونها رو حس کرده. حالا این اختلاف فازی که اینجا هست چجوری به ارتفاع تبدیل میشه؟ به این شکل. از روی همین اختلاف فازی که اینجا دارید میبینید، این در واقع همین چیزی هست که اینجا هست، اصطلاحاً بهش میگن اینترفروگرام، به خاطر همینم به روشش میگن اینترفرومتری، یعنی اندازه‌گیری با استفاده از همین تداخل فاز، اختلاف فاز. میبینید که اینجا با این اختلاف فازها به یک مدل ارتفاعی دقیق از منطقه میتونیم برسیم. حالا اگر از باند L استفاده بکنیم یا از باند C یا از باند X به دقت‌های مختلفی میرسیم. این ویدیو رو با هم ببینید. با استفاده از روش اینترفرومتری میشه گفتیم در واقع تغییرات ارتفاعی خیلی ریز رو اندازه گرفت. این تغییرات ارتفاعی توی کاربردهای خیلی مهمی استفاده میشن، مثلا جابجایی سازه های مهم و غیره. از اونجایی که روشش به وسیله ماهواره انجام میشه، البته هوایی هم هست ولی خب اغلب ماهواره‌ای هست، خیلی روشش کم هزینه است چون تصاویر ماهواره‌ای به وفور وجود دارن. ببینید اینجا یک سد رو اومده بررسی کرده. این آب پشت سد طی حالا زمانهای مختلف توی سال میتونه این آب کم و زیاد بشه. این کم و زیاد شدن آب و حالا تغییر دما و غیره میتونه به این سد فشار وارد بکنه و این سد رو جابجایی های خیلی ریزی روش انجام بده. ببینید این مدل ارتفاعی سده، بعد میبینید که این داره تغییر میکنه. میبینید این تغییرات در بازه مثلا حدود 15 میلیمتر در سال قابل اندازه‌گیریه. این جابجایی ها رو ببینید. اگر این جابجایی ها به حد هشدار برسه میشه مسئولین رو مثلا مطلع کرد. ببینید هر جا که جابجایی ها زیاد میشه اینها رنگش قرمز میشه. این جابجایی ها الان به صورت اغراق شده اینجا نشون داده داره میشه، یعنی اینقدر نیست چون 15 میلیمتره، ولی خب برای اینکه بهتر دیده بشه داره اینجا دیده میشه که داره اینجوری به این شکل نمایش داده شده تا چشم بتونه تشخیص بده. و خب مثلا 15 میلیمتر یعنی 1.5 سانتی برای یک سد جابجایی اگر کنترل شده نباشه باعث شکستن اون سد ممکنه بشه. یا خیلی از جابجایی های دیگه ای که به خاطر زلزله و غیره به وجود میاد. یکی از مأموریت های مهم اینترفرومتری مأموریت SRTM بود. SRTM یا شاتل رادار توپوگرافی میشن مأموریت توپوگرافی با استفاده از رادار روی شاتل بود که در واقع همون چیزی بود که در موردش صحبت کردیم. شاتل که همین هواپیمایی هست که حالا حالت هواپیما در واقع یک سفینه فضایی هست، با موشک میره به فضا، سالانه مأموریت‌های مختلفی رو، آزمایش‌های علمی مختلفی رو انجام میده. یکی از مأموریت‌هایی که انجام داد همین مأموریت SRTM بود که اونجا رفت به فضا مدار مثلا 300-400 کیلومتری، یک آنتن 60 متری داشت که این آنتن جمع میشد میومد این تو
و وقتی که در واقع توی فضا بود، چون جاذبه نیست، خیلی راحت میتونست این آنتن 60 متری رو باز بکنه. یک طول موج میتابوند، یک طول موج X، و اون رو توی 2 تا آنتن، یکی این آنتنی که اینجا بود و یکی آنتنی که سر این در واقع قسمت بلندش بود، یه آنتن هم اینجا داشت. این 2 تا موج رو دریافت میکرد و در واقع اینترفرومتری انجام میده. یکی از داده های ارتفاعی جهانی که به صورت رایگان الان موجود هست همین داده SRTM که با رزولوشن 30 متر به صورت رایگان در اختیار همه قرار داره که حالا در موردشون بعداً صحبت میکنم. ببینید این محدوده پوششی SRTM هست از عرض جغرافیایی 60 درجه تا منفی 60 درجه. توی این قسمت تمام خشکی های زمین رو اطلاعاتش رو برداشت کرد. یک رسیور باند C داره، یک رسیور باند X داره که این طولش 8 متره، این یکی طولش 6 متره، X 6 متره، C 8 متره. یک بیسلاین 60 متری داره، این 60 متر طولش هست. یک فرستنده باند C و یک فرستنده باند X داره که طول اینها 12 متره و موج رو از اینجا میفرسته و توی هر دو جا دریافت میکنه و به این صورت میتونه اینترفرومتری رو انجام بده و اطلاع در واقع ارتفاعات رو با دقت خیلی بالایی اندازه گیری بکنه. دقتی که اینجا داریم میبینیم که توی 90% نقاط دقت مسطحاتیش بهتر از 20 متر، دقت ارتفاعیش بهتر از 16 متر و 10 متره. حالا اینجا دقت مطلق و دقت نسبی رو اشاره کرده بهشون. رزولوشنش 30 متره، مرجع ارتفاعیش WG 84 و اینها رو حالا با در واقع گریدهای 3 ثانیه‌ای و 1 ثانیه‌ای جداگانه میتونه در اختیار کاربر به صورت رایگان قرار بده. خب یکی دیگه از روش‌های اندازه‌گیری ارتفاع رادار آلتیمتری هست، ارتفاع سنجی راداری. توی روش‌های قبلی دیدیم که موج به کنار تابیده میشد به صورت پهلونگری. میبینید که توی همه این روش‌ها به صورت پهلونگر موج با یک زاویه‌ای به بغل تابیده میشد. اما توی رادار آلتیمتری موج به صورت قائم به پایین تابیده میشه و این زمان رفت و برگشت و این تغییرات موج اندازه‌گیری میشه. خب اینجا حالتهای مختلف رو داریم میبینیم برای زمانی که موج فرستاده میشه و حالا شرایط مختلفی براش به وجود میاد و زمینهای مختلف و ارتفاعات مختلف رو میتونه تشخیص بده. ببینید یک موج با یک پالس مشخص که این قطر پالسش اینجا مشخصه فرستاده میشه. مثلا توی زمین صاف به این شکل قشنگ، حالا البته این شماتیک هست، به این شکل با زمین برخورد میکنه، اما توی یک زمین ناهموار اول به ارتفاعات میخوره، بعد میاد پایینتر، بعد پایینتر و اینجوری شما میتونید بفهمید که خب اینجا بالاتره، بعد این قسمت بالاتره و نهایتا این قسمت. اینطوری میتونید ارتفاعات رو بازسازی بکنید، ولی خب دقتش به خوبی روش‌های قبلی نیست و کلی‌تره. اینها مقیاس‌هاشون جهانیه. کرایوست یکی از ماهواره‌هایی هست که در واقع رادار آلتیمتری انجام میده. موج رو میفرسته، اون تغییرات موج رو در زمان اندازه میگیره و به این صورت میتونیم بگیم که ارتفاعات رو اندازه میگیره، ولی خب رزولوشن های اینها معمولا رزولوشن های پایینی هست. روش بعدی که برای ساخت مدل های رقومی زمین استفاده میشه و خیلی پرکاربرد هست، لایدار یا
لیدار بهش میگن، لایدار هم بهش میگن. لایت دیتکشن اند رنجینگ. رادار خودش هست رادار دیتکشن، ببخشید رادیو دیتکشن اند رنجینگ، یعنی کشف و فاصله یابی با استفاده از امواج رادیویی. اما لایدار میشه لایت دیتکشن اند رنجینگ، یعنی کشف و فاصله یابی با استفاده از نور. نوری که اینجا استفاده میشه در واقع همون نور لیزر هست. خود تکنولوژی لیزر چیه؟ ببینید نوری که مثل نور چراغ قوه شما استفاده میکنید، یک نور سفید مثلا خب چند تا رنگ داره در طول موجهای مختلف که این نور اصطلاحاً کوهیرنت نیست، همدوس نیست. همدوس یعنی اینکه طول موجهاش با همدیگه خب همخوانی ندارن و میبینید که پخش هست. این یک نوری مثلا مثل یک چراغ قوه معمولی. بعضی وقت شما یک چراغ قوه تک رنگ دارید، مثلا چراغ قوه قرمز یا چراغ قوه آبی، که اینجا دیگه چند تا طول موج شما ندارید، با چند تا موج با طول موجهای مختلف ندارید و به این اصطلاحاً یک منبع نور تک رنگه. میبینید که همه طول موجها اندازه هم هستن ولی همچنان واگرا هستن. اگر شما بتونید بیاید اینها رو همگرا بکنید و اونها رو فازهاشون رو یکی بکنید، ببینید فاز این موجها همه یکی بشه، اصطلاحاً یک نور همدوس دارید. نور همدوس یعنی نوری که همگراه و فازهاش با هم یکیه. به این حالت میگن لیزر. یک نوری که تک رنگه و طول موجهاش یعنی امواجش علاوه بر اینکه تک رنگه همدوس هم هستن، یعنی همفاز هم هستن. لیزر میشه light amplification by stimulated emission of radiation. خب این یعنی چی؟ light amplification یعنی تشدید نور با استفاده از stimulated emission of radiation، یعنی تابش برانگیخته، یه همچین حالتی میشه. پس در واقع light amplification میشه مثلا افزایش نور یا افزایش توان نور با استفاده از اون تابش استیمیولیت شده و برانگیخته. خب لیزر چجوری کار میکنه؟ اینجا که اول ساختارش رو ببینیم، همین چیزی که الان خدمتتون گفتم که یک نور تک رنگه، میبینید همش مثلا قرمز، سبز، آبیه، در صورتی که یه چراغ قوه چند تا رنگ داره. اگر شما بندازیدش توی منشور رنگ‌های مختلفش رو میبینید. چراغ قوه واگرا هست طول موجهاش، در صورتی که لیزر همدوسه و لیزر همگرا هم هست در صورتی که چراغ قوه واگراه. پس این تفاوت‌های لیزر و نور معمولی. خب لیزر چجوری کار میکنه؟ ببینید اتم هایی که لیزر در واقع از اونها ساخته میشه، یعنی با استفاده از اونها کار میکنه، اون ماده‌ای که لیزر با اون کار میکنه، یه سری اتم هستن که الکترون های آزاد دارن. این الکترون های آزاد وقتی که بهشون انرژی بخوره الکترون برانگیخته میشه، همون استیمیولیت میشه. وقتی که الکترون برانگیخته بشه به حالت ناپایدار میرسه، انرژیش زیاده، برمیگرده پایین. وقتی که برمیگرده رو حالت پایدار دوباره انرژی ساطع میکنه که این انرژی یا در همون طول موجه یا در طول موجهای دیگه‌ایه، حالت فلورسنت و فسفورسنت. خب وقتی این حالت اتفاق میفته یه سری موج پس تولید میشه. یه منبع اینجا ماده داریم ما که همین اتم ها هستن توش، بهش انرژی میتابونیم. وقتی بهش انرژی میتابونیم الکترون هاش برانگیخته میشن، میان رو حالت پایدار دوباره و انرژی ساطع میکنن. یه سری انرژی ساطع میکنن که این انرژی توی یک محفظه محبوسه. این ور این محبسه یک خب سطح بسته است، یک آینه بسته است، یک آینه کامل.
اینور این محفظه یه آینه نیمه شفافه. آینه نیمه شفاف هر نوری رو عبور نمیده، نوری که انرژیش خیلی زیاد باشه رو عبور میده. خب چه اتفاقی میفته؟ این الکترون هایی که آزاد میشن و انرژی دارن این داخل هی سرگردون میشن، هی میخورن به این آینه، برمیگردن روی این یکی آینه، هی به این آینه، هی به این آینه. اونقدر توی این محفظه هستن تا تعداد این الکترون ها و این انرژی زیاد بشه. وقتی این انرژی زیاد بشه، یعنی این اتم ها خیلی انرژی آزاد بکنن، اونقدر این انرژی کافی میشه که از این در واقع آینه نیمه شفاف خارج بشه. وقتی از این آینه نیمه شفاف خارج بشه، یک نور همدوس همگرای تکرنگ خارج شده که بهش میگیم لیزر. از همین ویژگی استفاده میشه برای تولید لیزر اسکنرها. لیزر اسکنرها در واقع برای تولید لایدار بهتره بگیم که این لایدارها فاصله یابی انجام میدن. لیزر اسکنرها به چندین دسته تقسیم میشن: لیزر اسکنرهای زمینی، لیزر اسکنرهای هوایی، لیزر اسکنرهایی که روی پهپاد نصب میشن و لیزر اسکنرهای فضایی که هر کدومشون ویژگی های خاص خودشون رو دارن، ولی مهمترین هدفشون کسب اطلاعات سه‌بعدی یا اطلاعات موقعیتی از عوارض هست. اینجا دارید انواع مختلف لیزر اسکنرهای زمینی رو میبینید که مال کمپانی های مختلف هستن: کمپانی فارو، کمپانی لایکا، کمپانی ریگل، کمپانی تاپکون، کمپانی اینها رو مثلا تریمبل و غیره. خب در مورد لیزر صحبت کردیم که چجوری تولید میشه. حالا لیزر رنجینگ یا لایدار چیکار میکنه؟ ببینید با استفاده از اندازه‌گیری زمان، دقیقاً مثل رادار، ولی این بار با نور، امواج نوری، امواج در طول موج مثلا قرمز یا مادون قرمز یا سبز، فاصله یابی انجام میشه. فاصله یابی به چه نحوه؟ توی منبع لیزر تولید میشه، میره میخوره به هدف، برمیگرده. این زمان رفت و برگشت اندازه گیری میشه T، سرعت نور رو هم که داریم 300,000 کیلومتر در ثانیه، تقسیم بر 2 میشه چون یه بار رفته یه بار برگشته و فاصله با هدف اندازه گیری میشه. دو مدل لیزر داریم: لیزرهای پالسی، پالس لیزر یا پالس بیس لیزر، و لیزرهای موج پیوسته، کانتینیوس ویو. لیزرهای پالسی دقیقا همینجوری که گفتم با اندازه‌گیری زمان رفت و برگشت و اندازه‌گیری انرژی، اندازه‌گیری فاصله انجام میدن، فاصله رو میسنجن. در صورتی که این طول موج همونطوری که برای اینترفرومتری توی رادار هم بود، این طول موج یک فاز داره که مثلا میگه که فاز من الان 40 درجه است، 50 درجه است، 180 درجه است یا غیره. توی لیزرهای کانتینیوس ویو یا موج پیوسته فاصله یابی از طریق اختلاف فاز و زمان انجام میشه، یعنی هم فاز اندازه گیری میشه و هم زمان رفت و برگشت. به این صورت میتونیم اندازه دقیق تا عارضه رو داشته باشیم. لیزرها همونطوری که اسمشون مشخص میکنه لیزر اسکنر هستن، یعنی اسکن میکنن. اسکن کردن یک فرایند حالا تکراری و رفت و برگشتیه. مثلا توی این حالت ببینید منبع لیزر اینجاست، لیزر رو تولید کرده، تابونده به یک آینه. این آینه شروع میکنه به دوران، یه سری دوران از بالا به پایین داره اینجوری میچرخه و خود دستگاه هم شروع میکنه حالت افقی چرخیدن و اینجوری باعث میشه که کل فضا اسکن بشه. اینجا میتونید این رو دقیق تر ببینید که یک منبع لیزر این میتابه به یک آینه، یه آینه‌ای که اینجوریه. خب تو حالت اصلی میره بالا، این آینه اگر بچرخه این شروع میکنه به دوران کردن، توی یک صفحه عمودی تشکیل میده. حالا اگر کل این مجموعه رو با هم دیگه بچرخونیم در افق، یعنی حول محور عمودیش بچرخونیم، میتونیم کل فضا رو اسکن بکنیم.
اینها باز حالتهای مختلف. اینجا یک آینه داریم که اینجوری شروع میکنه به چرخیدن و کل این دستگاه هم از اینجا میچرخه، افقی میچرخه و محیط اسکن میشه، یا همینطوری که اینجا دارید میبینید دوباره به همین شکل. اینها ساختارهای اسکنی مختلف برای لیزر اسکنرهای زمینی هستند. برای لیزر اسکنرهای هوایی یا البته زمینی هم میشه باشه، ساختارهای اسکن دیگه‌ای هم وجود داره. مثلا میشه از یک آینه استفاده کرد که این آینه اینجوری تکون میخوره. خب در واقع این آینه با اینجوری میلرزه و طرحی که ایجاد میکنه یک طرح زیگزاگی یا سینوسی روی زمین هست به این شکل. یا میشه یک پلیگون باشه مثل این چیزی که اینجا هست، یا یک پلیگون چند وجهی که اینجا هست. این پلیگون طرح‌های خطوط در واقع موازی رو کنار هم میندازه، یعنی مثلا از اینجا میندازه تا اینجا، بعد دوباره میاد از اینجا تا اینجا، اینجا تا اینجا، اینجوری. حالت زیگزاگی نیست دیگه. یا میتونه یک آینه‌ای باشه که میچرخه مثل این حالت، یک آینه در این حالت باشه که میچرخه، که در این صورت حالتهای بیضوی اینجوری روی زمین دایره تشکیل میده که اینها شروع میکنن به حرکت کردن. خب وقتی که منطقه خیلی بزرگ باشه از چندین ایستگاه لیزر مجبوریم استفاده بکنیم که تحت این شرایط میبایست این لیزرها به همدیگه کورجیستر بشن، همون جوری که مثلا حالا تصاویرمون اصطلاحاً کورجیستر میشن، یا ایستگاه های مختلف نقشه برداریمون توتال استیشن و غیره ایستگاه گذاری میکنیم، یه پیمایش میبندیم و اونها رو به هم دیگه میبندیم. اینجا هم دقیقاً ایستگاه های مختلف لیزر باید با استفاده از نقاط کنترل، در واقع نقاط گرهی مشترک، به همدیگه رجیستر بشن و یک شبکه کامل رو درست بکنن که اینطوری که میبینید مثلا این شبکه تشکیل بشه. که حالا اوایل این کار به وسیله نقاط گرهی تارگت ها انجام میشد، ولی امروزه لیزر اسکنرهایی هستن که روشون جی پی اس سواره و همون داستانی که در مورد جی پی اس ها گفتیم، بحث بیس استیشن و روور وجود داره که یه بیس استیشنی هست و این هم روور اطلاعات دقیق رو اینجا داره ثبت میکنه و همزمان شما میتونید کار رجیستریشن رو انجام بدید. اینجا دارید چند نمونه از رجیستریشن رو میبینید. ببینید اینجا 5 تا ایستگاه گذاری انجام شده، ایستگاه اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم، و این ایستگاه ها به همدیگه رجیستر شدن و یه همچین ابر نقطه کاملی به وجود اومده. یا اینجا میتونید ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا ایستگاه گذاری انجام شده تا یک منطقه وسیع به این شکل سه‌بعدی سازی بشه. اینها مدل هایی هست که دارید میبینید که خروجی های لیزر هستن. خروجی های لیزر ها مستقیما ابر نقطه هستن. اندازه گیری که میکنن اندازه گیری ابر نقاط هست و خب دیگه پردازش هاش و تحلیل هاش خیلی بعضا خیلی ساده تر از روش های فوتوگرامتری. خب اینجا میبینیم که حالا یک لایدار هوایی چجوری کار میکنه. ببینید ابر نقاط رو اخذ میکنه. توی روش‌های قدیمی سونار وجود داشته که امواج صوتی رو میفرستاده برای کشف فاصله مثلا، ولی الان امواج لیزره. لیزرهای زمینی، لیزرهای هوایی و لیزرهای ماهواره‌ای.
حالا اینجا داره اشاره میکنه که یک سرویسی هست که داده های رایگان رو برای آمریکا در اختیار مردم قرار میده. 4 تا بخش یک سیستم لایدار هوایی رو داره میگه که بخش اول خود لیزر هست که این لیزر وظیفه اسکن کردن رو انجام میده. از طول موج‌های سبز یا NIR استفاده میشه کرد برای لیزر. بخش بعدی بخش در واقع اون بخش GPS سیستم هست که موقعیت هواپیما رو میفهمه. IMU داره، یه Inertial Measurement Unit داره که این رول، پیچ و یای هواپیما رو اندازه میگیره. و بخش 4 یک حالا پردازنده هست که داده ها رو ذخیره میکنه. IMU and the computer all work together to get us these fantastically useful LiDAR data sets. Well, the laser in the LiDAR system scans the Earth actively. ببینید اینجا موج رو میفرسته، میگیره و زمان رو اندازه میگیره. So we can speak LiDAR and all. First, let's define the word pulse. A pulse simply refers to a burst of light energy that is emitted by the LiDAR system. اینجا میگه که پالس یک انرژی، یک بسته انرژیه که فرستاده میشه و حالا میتونه برگرده و ثبت بشه. یه پالس میفرسته، اونو میگیره. خب حالا میگه که چطوری از این پالس و اون برگشتش میتونیم ارتفاع رو اندازه بگیریم. میگه با اندازه گیری زمان. So let's break down what this distance calculation looks like. You take travel time multiplied by the speed of light divided by 2 since the light traveled to the ground and back. This calculation gives us how far the light actually traveled to the ground. به این صورت فاصله در میاد. So using this math, we know the distance between the plane and the ground. But we're not done just yet. How do we figure out the actual elevation of the ground? خب چطوری میتونیم ارتفاع زمین رو در بیاریم؟ میگه که خب ما ارتفاع هواپیما رو از GPS داریم. ارتفاع هواپیما مثلا 2000 متره، این فاصله هم در اومده 1000 متر، پس ارتفاع زمین در میاد 1024 متر. These movements are recorded by the Inertial Measurement Unit, or IMU. No, not EMU, IMU, so that they can be accounted for when height values are calculated for each LiDAR return. And also, an airborne system scans the Earth from side to side to cover a larger area on the ground when flying. این همون پترن اسکن رو داره میگه. Vertically from the plane to the ground, or directly at nadir, if we're still talking LiDAR lingo here. Most pulses leave the plane at an angle or off nadir, so the system also needs to account for pulse angle when it calculates elevation. So let's put this all together one last time. The LiDAR system emits pulses of light energy towards the ground using a laser. It then records the time it takes for the pulse to travel to the ground and return back to the sensor. It converts this time to distance using the speed of light. The system then uses the plane's altitude, tilt, and the angle of the pulse to calculate elevation. It also uses a GPS receiver to calculate the object's location on the ground. All of this information is recorded on that handy-dandy computer, also mounted on the airplane. And that, my friends, is how a LiDAR system works. Now, there is one more component of a LiDAR system that makes it so useful
A pulse of light doesn't just reflect off of one thing, like the top of a tree, and yield one return. Sometimes a light or pulse travels through things, like the gaps between tree branches and leaves. Think about standing on the forest floor and watching the sunlight filter through the tops of the trees, making the leaves اینجا در مورد نفوذی که لیزر به داخل جنگل داره صحبت میکنه که چطوری میشه ارتفاع درختها و سطح زمین رو اندازه گیری کرد. ببینید انرژی رو اندازه میگیره توی قسمت‌های مختلف و میتونه اطلاعات در مورد داخل جنگل هم بده. یکی از ویژگی‌های مهم لیدار اینه. هیچ کدوم از سنجنده‌های دیگه‌ای که هستن نمیتونن به این شکل داده در مورد درختان و جنگل‌ها بدن و این خب خیلی ارزشمنده. But we'll save that topic of using LiDAR to estimate forest structure for another video. And now, my friends, you know how a LiDAR system uses a LiDAR or light. یک ویدیو دیگه اینجا دو تا سیستم رو با هم مقایسه میکنه. سیستم هایی که حالا اصطلاحاً اینجا اسامیش مهم نیست، گایگر مود و سیستم های معمولی لیدار رو داره با هم دیگه مقایسه میکنه که چطوری با هزینه کمتر میشه مساحت بیشتری رو برداشت کرد. خب اینجا یک لیدار معمولیه، میبینید که با یک همچین زاویه‌ای داره برداشت رو انجام میده در یک ارتفاع پایین. اما مثلا این لیدار گایگر مود یا سینگل فوتون میتونه در یک ارتفاع بالاتر به صورت دایره‌ای فضای بیشتری رو با سرعت بیشتری اسکن بکنه و خب هزینه ها خیلی کمتر میشه. ببینید هم ارتفاع فرق کرده، هم سوئس این فرق کرده، نزدیک بیشتر از 4 برابر شده، بیشتر از 5 برابر شده. این یک سیستم تک پالسه، در صورتی که اینجا چندین پالس برداشت میشه. و حالا پارامترهای مختلفی که از اونها با همدیگه مقایسه میکنه که به این نتیجه میرسه که این لایدار جدید در واقع بهتر هست و به صرفه تر، میتونه از همه جهت عوارض رو برداشت بکنه و به لحاظ هزینه های پروژه اگر بخوایم بگیم، هزینه لیدار گایگر خیلی کمتر. خب این تا اینجا حالا یک کلیاتی در مورد لایدار بود. اینجا اومده مقایسه کرده لیزر اسکنرهای زمینی رو که روی زمین هستن، خب ایستگاه گذاریشون و اینا، در برابر لیزر اسکنرهای هوایی که فوتپرینت اونها یه مقدار افزایش پیدا میکنه، در واقع دنسیتیشون کاهش پیدا میکنه، و لیزر اسکنرهای فضایی که فوتپرینت اونها دیگه بزرگتر شده و اطلاعاتی که میدن ابر نقاط نیست در واقع، حالا به این شکلی که توی لیدارهای معمولی دارید. اینجا چند مدل از اینها رو دارید میبینید. اینجا در برابر فوتوگرامتری اومده لیدار رو مقایسه کرده که توی فوتوگرامتری ما تصاویر رو اخذ میکردیم، بعد تصاویر مچ میشدن، بعد حالا ابر نقاط یا اطلاعات سه‌بعدی در میومد، در صورتی که اینجا ما
با استفاده از پالس های لیزر مستقیما به ابر نقاط میرسیم. ولی خب عیبش اینه که ما اینجا تصویر داریم توی فوتوگرامتری، ولی اینجا تصویر نداریم و چیزهایی مثل رنگ و بافت ساختمون ها و غیره رو اینجا نداریم. اینجا فقط اطلاعات سه‌بعدی از منطقه داریم. ببینید اینجا توی فوتوگرامتری تصاویر اخذ میشن، شما میتونید مثلا نوع درخت‌ها، رنگ‌هاشون و اینها رو، ساختمون‌ها و غیره رو داشته باشید. اما توی لایدار شما فقط اطلاعات موقعیتی سه‌بعدی رو ضبط میکنید. خب مقایسه کردیم اینجا اینها رو در برابر همدیگه. بحث فوتوگرامتری فقط توی روز میشه قابل انجام هست، اما لیدار هم توی روز هم توی شب، چون یک سیستم اکتیوه. فوتوگرامتری مراحلش پیچیده است، بعضی وقتا قابل اطمینان نیست به دلیل حالا بافتی که توی منطقه وجود داره. اما توی لیدار ما مستقیما اطلاعات سه‌بعدی داریم اخذ میکنیم. توی فوتوگرامتری دقت مسطحاتیمون بهتر از دقت ارتفاعی، در صورتی که توی لیدار برعکسه و دقت ارتفاعی بالاتره. توی فوتوگرامتری ما اطلاعات معنایی و سمنتیک زیادی داریم، یعنی تصویر داریم، میتونیم مثلا خیابون رو تشخیص بدیم، ماشین رو تشخیص بدیم و غیره. ولی توی لیدار ما فقط پوینت کلاود داریم و از خب ابر نقطه همونطوری که دیدید نمیشه خیلی اطلاعاتی مثلا رنگ و حالا جنس و اینها رو فهمید، در صورتی که اگر حالا این ابر نقطه در کنارش یک دوربین هم گذاشته بشه میشه خیلی اطلاعاتش تکمیل تر بشه. اینجا بحث نفوذ در کانوپی یا تاج پوشش درختان رو داریم میبینیم که وقتی که یک موج لیدار فرستاده میشه، بخش‌های مختلفی از انرژیش توی ارتفاعات مختلف برمیگرده به سنجنده و یه همچین حالتی شما میتونید چندین برگشت رو داشته باشین و در واقع این چیزی که اینجا داریم میبینیم از داخل درخت هم اطلاعات ثبت بشه و از زمین هم ثبت بشه، در صورتی که توی فوتوگرامتری فقط سطح دیده میشه. و خب این یک عیب هست برای فوتوگرامتری، چون اطلاعات داخل پوشش گیاهی رو نمیده و اگر مثلا شما یک مدل رقومی از سطح جنگل رو بخواید درست بکنید، اینجاها نمیتونید زمین رو پیدا بکنید. توی فوتوگرامتری این نقاط آبی فوتوگرامتریه، اینجاها نمیتونید زمین رو پیدا بکنید، در صورتی که توی لایدار اینها مشخصه. ببینید این الان یک منطقه هست که ابر نقاط لایدارش برداشت شده. به راحتی میشه با یه پردازش های اولیه این درختان و اینها رو حذف کرد و به مدل رقومی سطح رسید، مدل رقومی زمین رسید، به DTM رسید، در صورتی که با فوتوگرامتری و حالا سایر روش ها حتی رادار این کار امکان پذیر نیست. اینجا باز دوباره در مورد همین صحبت میکنه، فقط فکر میکنم تکراری باشه. خب During the 1970s, they were used to measure ground elevation and produced the earliest maps that clearly identified the dips and peaks. اینجا یک نقشه‌ای که در واقع مدل رقومی زمینی که با استفاده از لایدار تهیه شده رو داره نشون میده. اینجا میتونید ببینید که چقدر اطلاعاتی که لیدار میده میتونه دقیق باشه و جزئی باشه و خب این خیلی خوبه. اگر این برداشت داده توی زمانهای مختلف انجام بشه، ببینید به راحتی با حذف این درخت‌ها میشه به زمین رسید
that within that noise was valuable information about vegetation. And soon it was discovered that LiDAR could be used to measure things like tree height and vegetation density and cover. اگر توی زمانهای مختلف اخذ بشه میتونیم بفهمیم که کجاها مثلا درختان رو از دست دادیم. And even buildings was realized, and the use of LiDAR data in science took off. To make this a modern day story, we can now use information about vegetation found in LiDAR data to study large-scale ecological issues. For example, we can use LiDAR data to estimate the impact of fire on a forest, identifying how many trees still exist compared to how many burned away. Or we can use LiDAR data to estimate where کاربردهای لایدار رو داره میگه که مثلا توی آتش سوزی چه تعداد درخت‌ها از بین رفتن، یا مثلا با استفاده از ارتفاع درختان که به دست میاریم بتونیم بایومس و سایر اطلاعات محیطی رو اندازه‌گیری بکنیم. ببینید اینجا تو سال اول برداشت لایدار انجام میده، بعد تو سال دوم، بعد تو سال سوم، و بعد با مقایسه اینها میتونه بفهمه که چه تغییراتی توی محیط زیست اتفاق افتاده و حالا کارهای دیگه‌ای که میشه با لایدار کرد. دوباره اینجا بحث نفوذ رو من نشون دادم، اینکه این انرژی که میتابه به درخت میتونه بخش‌هایی از این انرژی برگرده. میبینید این انرژی مثلا اگر انرژی رو ما 100 واحد در نظر بگیریم، مثلا 20 واحدش اینجا برگشته، 25 واحدش اینجا، 25 تا اینجا، مثلا 30 تا اینجا، 5 واحد اینجا و مثلا 50 واحد اینجا. یه همچین حالتی این مقدار انرژی برگشته و هر کدوم از اینها در واقع میشه یک بازگشت، یک نقطه از این درون این جنگل میشه برداشت بشه. لایدار علاوه بر این نقاطی که این در واقع اطلاعاتی که اینجوری به صورت نقطه‌ای برداشت میکنه، شدت نور برگشتی رو هم اندازه‌گیری میکنه که این شدت نور برگشتی میتونه خودش به تنهایی اطلاعات تکمیلی دیگه‌ای رو از جنس عوارض نشون بده. یکی از ویژگی هایی که لایدار داره و باز دوباره هیچ کدوم از سنجنده های دیگه ندارن، قدرت نفوذ در آب. تا چندین متر میتونه، حالا طول موجهای خاصی با ویژگی های خاص میتونن در آب نفوذ بکنن. الان چیزی که شما اینجا دارید میبینید یک حالا منطقه مثلا دلتای یک رودخونه است، یک منطقه که حالا یا درختان هاره‌ای داره یا جریان‌های آب سطحی. این شکل‌ها رو توی زمین به وجود آوردن. حتی ممکنه این روی سری درختان هم باشه، چون میتونه از درختان عبور بکنه و به زمین برسه. اینجوری میتونید به ساختار زیر اینها پی ببرید و خب یک علاوه بر این که یک تصویر زیبا رو داره به ما نشون میده، میتونه خیلی اطلاعات مهمی رو در مورد اون سطح زمین این زیر به ما بده. یا دوباره اینجا میبینید که برداشت شده مثلا درختان هستن، این دکل‌های برق و اینها هم برداشت شده، زمین هم برداشت شده و خب خیلی راحت میشه اطلاعات خوبی رو در مورد فاصله خطوط برق تا درخت‌ها فهمید. اینکه آیا خطرناک نباشه، اینکه خود دکل‌ها جای خطرناکی نباشن و غیره. این اطلاعات رو میشه کامل با استفاده از اطلاعات لایدار به دست آورد. وقتی هم که وقتی از نفوذ صحبت میکنیم، منظورمون یک درخت مثلا 2-3 متری و 5-6 متری و 10 متری نیست. جنگل هایی در دنیا هستن که مثلا این تنه یکی از اون درخت هاست. پس نقشه برداری از جنگلی که درختش 100 متر ارتفاع داره و این جنگل یک جنگل متراکم هست مثل جنگل های کالیفرنیا در امریکا، خیلی سخته، خیلی زمان بره و اطلاعات خیلی ارزشمندی در مورد اکوسیستم کره زمین داره که
فقط با سنجنده هایی مثل رادار و لیدار میشه یه همچین اطلاعاتی رو کسب کرد. پس بحث نفوذ امواج در این تاج پوشش درختان خیلی هم مهمه. توی بحث لیدار فضایی وقتی که فوتپرینت افزایش پیدا میکنه دیگه ما به صورت تک نقطه این جاهای مختلف دیتا برداشت نمی کنیم. ببینید این الان یک لیدار زمینی رو، یک لیدار هوایی رو اومده با یک لیدار فضایی داره مقایسه میکنه. این استوانه‌ای که میبینید اون در واقع قطریه که لیدار فضایی میتونه ببینه. میتونه مثلا 64 متر درختان مختلف رو ببینه و از همه اینها یه دونه اطلاعات ارتفاعی بگیره. چیزی که اینجا داریم میبینیم مثلا به صورت میانگین از تمام این درخت ها ماکسیمومش رو داره میبینه و به عنوان تاج پوشش این جنگل داره به ما میده. ولی خب لیدارهای فضایی به خاطر کاربردهای جهانی که دارن دیگه خیلی کاربردهاشون محلی نیست و میتونن این اطلاعاتشون میتونه مفید در واقع بشه. این یک ویدیو هست از ساختار همین لیزری که به شما گفتیم. اینا در واقع فوتون هایی هستن که انرژیشون داره زیاد میشه و میرن به اون چمبر لیزر، به اون محفظه لیزر که آماده پرتاب بشن. ببینید اصطلاحاً اینجا حالا داره انرژیشون افزایش پیدا میکنه. و از این لیدار فضایی پرتاب میشن به سمت زمین. میلیاردها فوتون در واقع همون بسته های انرژی پالس هستن که میان، میبینید جذب اتمسفری براشون اتفاق میفته، چیزهایی که توی سنجش از دور خوندیم. انرژیشون کاهش پیدا میکنه، میان به زمین برخورد میکنن. وقتی به زمین برخورد میکنن باز میگردن، دوباره اینجا جذب اتمسفری براشون اتفاق میفته. تنها یه تعداد خیلی کمی از اون چندین میلیارد فوتون میتونن برگردن و به ماهواره برسن، چون دیگه انرژیشون رو از دست دادن. تمام این اتفاقات در کسری از میلیونم ثانیه با سرعت نور اتفاق میفته. اینجا به صورت یک انیمیشن دارید میبینید که یک فوتون از زمان تشکیلش تو لیزر تا زمانی که میره به زمین میخوره و برمیگرده. خب اینجا الان برگشت. وقتی که برمیگرده زمان برگشتش ثبت میشه. زمان رفت و برگشتش ثبت شد و ارتفاع اون نقطه هم ثبت شد. بسیار. اینجا دارید برای پترن های مختلفی که لیزرهای فضایی دارن رو دارید میبینید. لیزرهای فضایی به دلیل حالا فاصله‌ای که دارن، ارتفاع زیادی که دارن و نحوه برداشتشون دیگه مثل لیزرهای زمینی حالت اسکن ندارن، بلکه توی یک مسیر نقاط رو برداشت میکنن. حالت پروفایلینگ دارن که قبلا در موردش صحبت کردیم. مثلا یه نقطه اینجا میزنه، یه نقطه 100 متر جلوتر میزنه، یه نقطه 100 متر جلوتر میزنه و همینطوری کل کره زمین رو برداشت میکنن. حالا اینجا دارید اسکن پترن های مختلف رو میبینید. مثلا این دایره قرمز بزرگ که بینش مثلا فاصله زیادی هست تا این نقاط ریز کوچیک که هر کدوم باز دوباره در واقع رزولوشنش از اون قرمزه بزرگتره، یا در مقایسه با این سبزا با این قرمزه. اینجا میتونیم ماهواره آیستت 2 یک ماهواره در واقع لیدار فضایی هست
که مثل همین 3 تا خطی که اینجا هست برداشت میکنه. الان انیمیشنش رو هم دیدیم. ببینید اینها به این شکل برداشت میکنن، توی یک پروفایل یک مسیر رو برداشت میکنن، چون این قابلیت رو ندارن که اسکن بکنن و زاویه رو هی تغییر بدن و اینها، فاصله شون خیلی زیاده. ببینید نقاط ارتفاعی رو توی یک مسیر برداشت میکنن. دقیقا همین چیزی که اینجا هست. حالا اینجا فاصله نقاط خیلی کمه، فاصله ها کمه، دقت بالاتره. توی این حالت های دیگه فواصل زیاده. ببینید به این شکل ارتفاعات دارن برداشت میشن. کاربردهاش رو داره میگه که برای مطالعات قطبی و حالا مطالعات جنگل ها و غیره این استفاده میشه. بسیار ببینید اینجا دوباره اسکن پترن ها رو دارید میبینید. فرض کنید که یک منطقه این شکلی باشه و این ارتفاعات رو داشته باشه. ارتفاعاتش اینجا هست، مثلا از 0 تا 1.5 متر. خب این ارتفاعات رو داره. حالا اگر این نقاط بزرگ اینجوری اخذ بشن، دقت ما به چه شکل خواهد بود؟ اگر نقاطمون کوچکتر بشه به این شکل، خب اطلاعات ارتفاعی دقیق تری از منطقه داریم. اگر به این شکل باشه که خب خیلی دقیقه، و اگر به صورت پروفایلی این شکلی هم باشه باز دوباره اطلاعات دقیقی داریم. این رو نمودارش رو اگر ببینیم به این شکله، این زمین واقعی ما هست. هر کدوم از اینها نقاطی که برداشت کردن میبینید که به یک شیوه مثلا این نقاط ریز زیر کامل سطح رو در آورده. این الویس در واقع این گردی ها با یک نمونه برداری خاص دیگه‌ای زمین رو برداشت کردن و نهایتا هم این خطوط که میبینید دقت رو چقدر کمتر کرده. این فرایندی هست که توی لایدارهای فضایی طی میشه و میبینید با رزولوشن های مختلف دارن سمپلینگ رو انجام میدن، داستانی که جلسه گذشته در موردش خیلی صحبت کردیم. خب خروجی ها هم که میتونید ببینید اینجا به این شکل هستن. مثلا وقتی که اینا از یک منطقه عبور میکنن اینجوری پروفیل رو برداشت میکنن و دیگه این بین ما هیچ اطلاعاتی نداریم. ماهواره هایی که فضایی لایدار داشتن آیست بوده، آیست 1 در واقع از سال 2003 تا 2009 که این مأموریتش یه همچین شکلی بوده. داده هایی که برداشت میکرده خیلی گسترده بوده، دقت بالایی نداشته. بعد از سال 2009 تا 2016 یک مأموریت با هواپیما بوده، آیس بریج، که در واقع مأموریتش بین دوتا ماهواره آیست بوده و نهایتا سال 2016 تا 2020 هم آیست 2 پرتاب شده که اون در واقع داده هاش این ستای پایین هستن که به این شکل الان فیلمش رو دیدیم که پروفایل برداشت میکرد. اینها داده های آیست هستن، آیست 2. میبینید مثلا اینجا سطح آب رو داده، زیر آب اینجا کف دریا رو داده، 50 متر تونسته در آب نفوذ بکنه. البته آب خیلی شفاف اینها، میبینید از اینجا منفی 50 تا منفی 100 متر اینجا نفوذ در آب داشته. اینها کوه ها هستن که برداشت کرده. حالا اینجا به این شکل داره دیده میشه. مثلا اینجا از 2028 کیلومتر تا 2030 کیلومتر این فاصله 2 کیلومتر است. اینجا دوباره داده هایی که برداشت کرده میبینید توی آب نفوذ کرده. اینجا سطح آب اینا سطح یخه، اینجا تونسته کف رو در بیاره. همچنین اینجا
از کاربردهای دیگه‌ای که ماهواره‌های لایدار فضایی دارن مطالعات اتمسفر هست که دیگه اصلا خارج از درس ما. اینا الان میتونید ببینید مثلا ارتفاع ابر رو میتونه بده، نوع ابر رو، تراکم ابر رو، بارش اینجا وجود داره یا نداره و این اطلاعات رو کاملا میتونه در مورد اتمسفر بده که خارج از بحث درس ماست. و خب نهایتا هم بخوایم جمع‌بندی بکنیم، اومدیم سنسورهای نوری، سنسورهای راداری، بحث لیدارهای فضایی و هوایی و غیره رو دیدیم و نفوذ اونها در جنگل رو دیدیم که هر کدومشون ویژگی‌های خاص خودشون رو داشتن. اینجا یه جدول مقایسه‌ای می‌بینید. این جدول مقایسه‌ای هر کدوم از این روش‌هایی رو که در موردشون صحبت کردیم رو با رزولوشنی که دارن، با دقتی که دارن اومده با همدیگه مقایسه کرده. مثلا نقشه برداری زمینی گفته که رزولوشنش معمولا فرق میکنه ولی کمتر از 5 متر، منظور فاصله بین نقاطه. پست پروسسینگ نداره، فوتپرینت خب حالا نداره، اکیورسیش خیلی دقیقه، وری های جی پی اس رو مثلا میبینید مدیوم، دیجیتایز کردن همون نقشه های منحنی میزان رو دارید میبینید که باز دوباره گفته مثلا رزولوشنش مدیومه. اگر بیایم این ور ارتو فوتوگرافی، حالا منظورش فوتوگرامتری هواییه، رزولوشنش زیر 1 متر، دقتش خیلی دقیقه، پست پروسسش خیلی زیاده. تصاویر مثل ماهواره اسپات یا حالا کلا میتونیم بگیم فوتوگرامتری فضایی رزولوشن 30 متر به ما داده، دقت 10 متر، پست پروسسش مدیومه، لیدار رزولوشن 1 تا 3 متر، دقت های 15 سانت تا 1 متر، پست پروسس زیاد و حالا غیره همینجوری میاد. اینها رو واگذار میکنم به خودتون که بخونید. و در نهایت هم این جدول خیلی مهم که میگه که اگر اینور ما دقت ارتفاعیمون باشه و اینور محدوده پوششمون باشه، سنجنده های مختلف و روش های مختلف کجا قرار میگیرن. مثلا این SRTM که در موردش صحبت کردیم، سطح پوششش خیلی زیاده ولی دقتش کمه. یا ماهواره های فوتوگرامتری مثلا اسپات، استر، اینها پوشششون خیلی زیاده، باز همچنان دقتشون کمه ولی خب از SRTM باند C بهترن. بعد میاد وارد ماهواره های با رزولوشن بالا میشه، اینا پوششاشون دیگه خیلی کمه اما دقتشون بالاست. بعد بحث ایربورن سار میشه و ایربورن لایدار که اینها دیگه پوشششون باز دوباره همچنان کمه ولی دقت‌هاشون فوق‌العاده بالاست. اینجا هم دارید حالا یه سری مقایسه بین دم‌های جهانی مختلف رو می‌بینیم، مثلا دم 90 متر، 30 متر و حالا الوس 30 متر که اینها رو در جلسات آینده با هم دیگه بیشتر خواهیم دید. و همچنین این روش هایی که هستن مثلا رزولوشنشون چقدره و دقت ارتفاعی، مثلا RTK یا لایدار رزولوشناشون خوبه، دقت های ارتفاعیشون هم خیلی خوبه. اما اینجا میایم SRTM رزولوشنش بد میشه، دقت ارتفاعیش هم کم میشه. در واقع یه چیزی شبیه به همین نمودار هست. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید و این هم جلسه خوبی باشه براتون. هر سوالی مشکلی بود بنده در خدمتتون هستم. موفق باشید. خدا نگهدار.